یکی از دولت‌هایی که در تاریخ سیاسی، اجتماعی و مهمتر از همه روند اتنیکی و رزرود و خراسان نقش مهم بازیده است، دولتداری هیتالیان به حساب می رود. بر سر حاکمیت سیاسی آمدن هیتالیان به خریطه ژئوپلیتیکی خراسان و رزرود تغییرات جدی درآورده است. هیتالیان از جمله نیاگان ما بودند که آنها در عصر 5 و 6 یکی از دولت‌هایی که از گروه‌های گوناگون اتنیکی تشکیل یافته بود تشکیل نموده بودند. دایر به دولت هیتالیان، برآمد اتنیکی هیتالیان، جغرافیای تاریخی هیتالیان و دولت هیتالیان سرچشمه‌های گوناگون وجود دارد. دایر به هیتالیان پیش از همه سرچشمه‌های خطایی به مثل سالنامه‌های ویشی، بیشو، جاو، سرچشمه‌های ارمنی، رومی، عربی و سوغدی، فارسی، تاجیکی معلومات گوناگون می‌دهند. هیتالیان یک باره در حدود امروزه آسیای میانه یا شمال افغانستان با وجود نآمده بودند. زمان حکمرانی هیتالیان به دوره راست می‌آید که در این دوره کوچش بزرگی خلق‌ها در عالم با وجود می‌آید و قوم و قبیله‌های گوناگون از یک گوشه دنیا به دیگر گوشه دنیا کوچ می‌بندند. اول هیتالیان آنها در زیر سایه حکمرانی کیداریان مقام گرفته بودند. بعدتر با مستحکم شدن اقتدار حربی آنها توانستند که یک دولت خود را تشکیل دهند. در قسمت‌های اوریانوی شرقی یا به عباره دیگر در قلمرو ایران شرقی قوم و طایفه‌های خیلی زیادی آریایی نژاد زندگی می‌کردند، به مانند سکایی‌ها، سرمدها، کیمیری‌ها، گون‌ها، خیانی‌ها، یوجی‌ها و مانند این کل قوم و قبایل ذکر شده طبق منابع تاریخی از جمله اوستا، بوندهیشت، اینها خلق‌های آریایی نژاد هستند که در با نام‌های تورانی‌ها هم یاد می‌شوند و اینها در یک اتحاد خیلی بزرگی توران زندگی می‌کردند. هنوز در هزاره‌های 3 و 2 قبل از میلاد آریایی‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک قسم اینها را تورانی می‌گفتند، یک قسمشون را آریایی. تورانی‌ها اصلا مردمی بیشتر چاروادار بودند و بیشتر در مناطق کوهستان حیات به سر می‌بردند و از همین تورانی‌ها بعداً سکایی‌ها و اسکیف‌ها و کیمیری‌ها و سرمدها و دیگر خلق‌ها جدا شدند. از جمله یکی از همین قوم‌هایی که جدا می‌شود این همین گون‌ها یا خود خیانی‌ها هستند که امروز با نام هیتالی‌ها معلوم و در تاریخ البته معلوم مشهور هستند. در مورد برآمد اتنیکی هیتالیان تا هنوز میان عالمان بحث‌ها وجود دارد. اما باید گفت که همه سرچشمه‌های خطی و اسناد موجوده هیتالیان را از گذشتگان تخاریان ایرانی نژاد می‌دانند. آنها در ادبیات و سرچشمه‌های خطی با نام‌های گوناگون یاد شدند. سرچشمه‌هایی که از مورخان اروپا، ریم به ما باقی مانده است و فارس و مشرق زمین و حتی بعضی از سالنامه‌های چینی نیز از اینها همچون آریایی‌های شرقی یاد میکنند. هیتالیان که نام آنها در سرچشمه‌ها در شکل‌های گوناگون در شکل هیتال، یفتل، هفتل، ابدال، ابتل ذکر شده است، اینها در عموم نتوانستند که یک دولت متمرکز را تشکیل نمایند، اما آنها که اصلاً با اقتدار حربی خود تکیه می‌کردند و یک اتحاد قوم و قبیله‌های گوناگون را با وجود آورده بودند، توانستند که در یک مدت کوتاه
حدودی خیلی وسیع، حتی حدودی وسیع‌تر و فراختر از حدود امپریای کوشانیان را ضبط نمایند. و مهمش همین است که همه قوم و قبیله هایی که در اتحاد سیاسی و حربی هیتالیان متحد شده بودند، همه اینها مردم آریایی بودند، زبانشان منسوب به زبان ایرانی شرقی بود. هیتالیان همیشه در حرب بودند و کوشش میکردند که حدود خود را وسیع کنند و آن را توانند حمایت سازند. از این خاطر دائما با لشکر ساسانیان در مبارزه بودند. در میانه‌های عصرهای 5 دولت هیتالیان چنان پرزور شد که بر ضد حمله‌های خرابی‌آور دولت ساسانیان ایستادگی کرده توانستند. بعد ضبط هندوستان شمالی باشد، حدود دولت هیتالیان از امپریای کوشانیان بزرگ هم وسیع‌تر شد. هیتالی‌ها بعد قلمرو تاجیکستان جنوبی را اشغال نمودند، موقع خود را در این سرزمین مستحکم نمودند. و تعبیر فردوسی به هیئت دولت هیتالیان در این دوره بلخ و شگنان، غرجستان و خوتلان، ترمیز و ویسگیر، چاچ و میمرغ، سمرقند و بخارا تا سرحدات چین داخل می گردید. جغرافیای تاریخی دولت هیتالیان حدودهای امروزه تاجیکستان، ازبکستان، شمال افغانستان، یک قسم قزاقستان، قسم شرقی خیتای، هندوستان، پاکستان را فرا می گرفت و در زمان هیتالیان در بین 3 امپریای جهانی، بین امپریای چین، امپریای ساسانیان، امپریای روم، دایر به دست آوردن منفعت زیادتر از تجارت ابریشم مبارزه‌های تیزتون می رفت. در این مبارزه پیش از همه هیتالیان هم می خواستند که از این منفعت تجارت ابریشم بی بهره نباشند و وابسته به همین منفعت جویی هیتالیان در بین هیتالیان و ساسانیان رقابت‌های خیلی تیز و تند با وجود میاد که عاقبت این رقابت‌ها به زد و خوردهای حربی آورده میرساند. میان هیتالیان و ساسانیان در عهد فیروز 3 جنگ کلان سر میزند که البته تفصیل این جنگ ها وقتی زیاد رو میگیرد و در جنگ آخرین که با سال 484 راست میآید، در جنگ آخرین فیروز اسیر افتاده و همین طریق تا یک مدت حتی تا زمان خسرو انوشیروان، یعنی گفتم ممکن که تا سال 579 یعنی عصر 6 الکی تا زمانی که هیتالیان نفوذشون آیسته از دست رفت، ساسانیان به هیتالیان باج میدادند. موفقیت‌های حربی هیتالیان را بیش از پیش نیرومند می‌ساخت. گفته می‌شود که هیتالیان با مدت کوتاه باشد هم با کوشش‌های پیوسته ساسانیان که می‌خواستند خراسان و ورزرود را پوره به تصرف خود درآورند خاتمه گذاشته، روند مستقلانه انکشاف مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این دو سرزمین تاجیک‌نشین را تأمین نمودند. در نتیجه حفریات باستانشناسان طرز ساخت قبرها و خانه‌های آنها رو به خلق‌های دیگری آریایی یگانه دانستند، یعنی که شبیه همدیگر است. صنعت معماری، بناکاری آنها، حتی ظرفسازی، یعنی همون نوع‌های هنرهایی که از هیتالیان با امروز باقی مانده است مشاهده می‌شود که در همون اجرای سبک هنرمندی هیتالیان و کوشانیان و دیگر خلق‌های آریایی یگان خیلی فرقیت وجود ندارد. تکیهگاه هیتالیان شهر بامیان نزدیکی شهر امروزه قندوز افغانستان بود. زبان مردم هیتالی زبان ایرانی شرقی بود و خطشان باشد باختری که این دلیل های معتمد در مورد آریایی بودن هیتالیان گفته می شود. در عموم زبان هیتالیان منسوب به زبان شرقی ایرانی می باشد و خط آنها خط باختری بود و از خط باختری کوشانیان با آن فرق می کرد که خط باختری زمان هیتالیان نسبت خط باختری زمان کوشانیان کمی مایل نوشته می شد. نوبسته از آنه که بعضی از عالمان بسیار کوشش می کنند که برآمد اتنیکی هیتالیان را غیر آریایی و غیر ایرانی حساب کنند، ولی آنها نمی توانند که این دلیل های نامبر شده را انکار نمایند. مثال میاریم نام شاهان هیتالی را. یکی از شاهان هیتالی
که خیلی مشهور است، نامش خوشنواز است. ما خوشنواز البته در زمان خود با دلیری و جسارت خود مشهور شده بود و نام خوشنواز البته این باز به هنر موسیقی زمان هیتالیان وابستگی دارد و حتی امروز ما در صنعت معاصر مشاهده میکنیم که وقتی که یک نگارگر تصویری نگاری همین خوشنواز را می نگارد، آن را حتما در لباس شاهی و حتما با یک ساز موسیقی تصویر می نماید. ما می دانیم که در بدخشان افغانستان ولسوالی یفتل نامیده می شود و وقتی که ما در هیئت یک اکسپدیسیای علمی با راهبری اکادمیک یوسفشاه یعقوبوف این موضوع را مورد تحقیق قرار دادیم. در آنجا بسیار به خوبی مشاهده می شود که مردمی که در این ولسوالی یفتل بدخشان افغانستان زندگی می کردند می نمایند، آنها از جهت آنتروپولوژی با همین تصویر سیماهای هیتالیان که در سکه و دیگر یادگاری ها به نظر می رسد، آنها مانندی خیلی زیاد دارند. حتی لباس امروزه ساکنان ولسوالی هیتال بدخشان افغانستان با اون لباس های یادگاری هایی که در یادگاری های زمان هیتالی تصویر شده خیلی مانند می باشند. گویم که همین یک عنعنه پوشاک از زمان هیتالیان تا امروز در بین اون مردمی که با هیتالیان قرابت اتنیکی دارند این باقی مانده است. یکی از سرچشمه‌های اساسی مهم و عمیق معین نمودن دوره‌های تاریخی، فرهنگی، زبان و خط، عرف و عادت و باور و عقاید، همچنین مناسبت‌های تجارتی و مالی و پولی و در عموم دولتداری کشور و امپریاها این سکه‌ها می‌باشند. بازیافت سکه‌های هیتالی از روند گسترش مناسبت‌های تجارتی، دولتداری، زبان و خط و آیین و عادت‌های دولتداری هیتالیان درک می‌دهد. سکه‌ها در آموزش تمدن هیتالیان نقش بارز دارند. و یکی از سرچشمه‌های مهمی پهلوهای گوناگون تاریخ و فرهنگ هیتالیان سکه‌های هیتالی میباشد. ما در سکه‌های هیتالی پیش از همه دایر به خط، زبان و الفبای زبان هیتالیان، دایر به سیمای ظاهری هیتالیان، دایر به لباس زبان هیتالیان و دایر به چگونگی رمزهای دولتداری آنها معلومات مهم را پیدا کرده می توانیم. بخش مهم اطلاع نومیزماتی زمان هیتالیان همین است که در سکه‌های هیتالی که آنها بیشتر در سکه‌هایشان با سکه‌زنی ساسانیان تقلید می نمودند، یعنی که سکه‌های هیتالیان حجماً کلانتر بودند، در اونجا سر و لباس این شاه که در شکل نیمتنه یا که نیمروخ تصویر شده است با طور خیلی آشکار معلوم می شوند. در سکه‌های هیتالی ما سیمای خیلی باوقار شاه هیتالی را مشاهده میکنیم که آنها بینی خیلی برجسته و چشمان بادام شکل و مویهای درازی درشت دارند. طور گفتیم حدود جغرافی هیتالیان خیلی پهنا بود و یک قسم امروزه تاجیکستان را نیز فرا می گرفت. در حدود امروزی تاجیکستان باقی مانده یادگاری های زمان هیتالیان تا هنوز خیلی زیاد است. برای مثال کافر قلعه از یادگاری زمان هیتالیان است که در تاجیکستان امروزی جایگیر است. اگر خودی یادگاری های زمان هیتالیان تاجیکستان را مثال بیاریم، مشهورترین یادگاری های تاجیکستان از جمله پنجکنت قدیم، اجینه تپه، کافر قلعه، اینها یادگاری هستند که منسوب به زمان هیتالیان یعنی با متعلق به عصرهای 5-6 میلادی می باشند. باقی مانده آثار زمان دولتداری هیتالیان امروز از هر گوشه کشور بازیافت می گردد که از نفوذ هیتالیان و رواج آن درک می دهد. خصوصاً کوزه های منقش سفالی، چراغ های بسیار زیبای گلین، بازیافت قبر سرباز هیتالی از کولاب یافت شدند
که به زمان هیتالیون ربط دارند. دریافت این یادگاری‌ها امکان آموزش و آشکار نمودن پهلوهای زیاد دولتداری و زندگی مردم هیتالی را مخصوصاً در مرز امروزی تاجیکستان روشن نموده اثبات ساخته است که نفوذ هیتالیان در این قسمت قلمرو خیلی بلند بود و این منطقه یکی از بازوی اساسی و با نفوذ هیتالیان بوده است. در باغ پیونران شهر کلاب در انیقترش در موضع چرمگران با راهبری شادروان دولتخوجه داودی و استاد یوسفشاه یعقوبوف یک حفریات خیلی مهم انجام داده شده بود و از موضع چرمگران کلاب در اینجا قبر سرباز هیتالی و همچنین یک سکه هیتالی و چند ظرف از زمان هیتالیان کشف شده بود. یعنی که این یادگاری های منسوب به زبان هیتالیان گاه گاه از گوشه و کناره گوناگون جغرافیای تاریخی هیتالیان کشف می شوند. طور سرچشمه ها بیان می کنند هیتالیان به فرق از ساسانیان به مستقلیت دولت و حدود تا جای تمام نیروی خود را روان نمی کردند، بلکه آنها بیشتر به توسعه حدود مشغول بودند. از این رو هیتالیان را بعضاً چون یک اتحادیه بزرگ حربی نیز می گویند. اما نزاع و درگیری های میان قدرت های زمان به آن انجامید که تقریباً در سالهای 567 میلادی دولتداری هیتالیان از میان رفت. اما در هر صورت نقش دولتداری هیتالیان در گسترش فرهنگ و دولتداری و به همایی خلقیت های گوناگون آریایی خیلی بارز ذکر می شود. گفته می شود که هیتالیان از لحاظ سیاسی خلقیت های گوناگون از جمله آریایی ها را در یک امپریا به هم متحد کرده نخستین دولت فئودالی را سازمان دادند. گرچند این دولت از لحاظ سیاسی مانند امپریای کوشانیان آنقدر هم پر اقتدار نبود، ولی از جهت توسعه حدود خیلی کلان بود و آن زیاده از 1.5 عصر اوضاع حربی و سیاسی و اجتماعی منطقه را معتدل نگاه داشته برای تدریجاً انکشاف یافتن مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی، تبادل فرهنگی و وسعت گرفتن روند شکلگیری خلق واحد تاجیک زمینه مساعدی را فراهم آورده است.